سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز 24 اپریل همراه شما. ماموران میلیسای ناحیه 5 ولایت ختلان یک شهروند روسیه را که به تندگرایی اسلامی متهم شد در نزدیکی مرز با افغانستان کشتند. روز 24 اپریل در شعبه امور داخلی ناحیه 5 به رادیو آزادی گفتند سیمیون نگیبین ساکن شهر چلیابینسک روز 23 اپریل تفنگچه‌های دو مامور میلیسا را در بیمارستان ناحیه بازور گرفته است و فرار کرده است و بعد تیراندازی به سوی ماموران امنیتی کشته شده است. سیمیون نگیبین 28 ساله را که خود را سلیم معرفی می‌کرد روز 15 اپریل هنگام عبور غیر قانونی مرز تاجیکستان به افغانستان از پایش زخمی کردند. او به ماموران امنیتی تاجیکستان گفته است که شما مسلمانی واقعی نیستید. روز 24 اپریل در دوشنبه همایش نخستین صاحبکاران تاجیکستان و فرانسه افتتاح شد که در آن ده‌ها صاحبکار و تاجر شرکت می‌کنند. صاحبکاران تاجیک و فرانسوی در همایش دوشنبه راه‌های گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم اقتصاد به مثل انرژتیک، صنعت، استخراج نفت و گاز و نقلیات و مخابرات را بررسی می‌کنند. شبکه تاجیکستان در مرکز آسیای مرکزی قرار گرفته است و به همین خاطر ما به تاجیکستان آمدیم و می‌خواهیم که در اینجا یک مرکزی خوب اشن را در اینجا افتتاح کنیم. سرمایه‌گذاری فرانسه در اقتصاد تاجیکستان زیاد نیست و در 7 سال گذشته از فرانسه به تاجیکستان بیشتر از 16 میلیون دلار سرمایه مستقیم وارد شده است. یکی از طرح‌های بزرگ اقتصادی و کمکی فرانسه در تاجیکستان ساختمان ترمینال نوی فرودگاه دوشنبه است که برای آن 190 میلیون یورو خرج شده است. در شهر دوشنبه 16مین نمایشگاه بین المللی تحصیل در خارج ادامه دارد. هدف نمایشگاه مذکور که روز 23 اپریل با مساعدت شرکت مشترک تاجیکستان و مالایزیا تیم اینترنشنال آغاز یافت، آشنا کردن جوانان تاجیک با امکانات تحصیل در خارج است. در نمایشگاه مقامات از جوانان خواستند بعد ختم دانشگاه‌های خارجی برای کار به تاجیکستان برگردند. اگر این برنامه با دانش با تحصیل فرا گرفته شوند در خارج کشور طبق نظامنامه عهدهدار هستند که 5 سال آمده در مقامات دولتی جمهوری تاجیکستان ادای وظیفه کنند، کار کنند، فعالیت کنند. وگرنه با طریق سود ما میتوانیم که مبلغ‌هایی که خراجات شده است این مبلغ‌ها به بودجه دولت برگردند. سالانه هزاران نفر از جوانان تاجیک برای تحصیل به خارج می روند ولی تعداد بسیار کمی آنها برای کار به وطن برمیگردند. مقامات میگویند سالانه حدود 2000 جوان را برای تحصیل به 20 کشور از جمله ژاپن و کشورهای اروپایی و چین و روسیه میفرستند. مقامات دوشنبه گفتند برای پیشگیری از دزدی پنجره‌های اطراف گورها در 5 قبرستان پایتخت تاجیکستان پاسبانی شبانه روزی را براه ماندند. عین زمان مقامات به ساکنان مشورت دادند از کشیدن پنجره‌های گران قیمت در اطراف آرامگاه عزیزی فوتیده‌شان پرهیز کنند و گفته مقامات حادثه‌های دزدیدن پنجره‌های آلومینی گورستان‌ها و همین گونه خرابکاری در آرامگاه‌ها مشاهده می‌شود. پاسبان‌ها می‌گویند برای محافظت آرامگاه‌ها و کمک به مردمی که برای زیارت می‌آیند آماده هستند. پیشواز می‌گیریم، مثلا اومدن در می‌کشیم، سر می‌تیم، می‌دونن کدومی که می‌بیو دعاخوانی ما او را فیرود می‌کشیم، گسیل می‌کنیم و پیشنهاد می‌کنیم. چیه که بیل لپوتکا در کارشون با نمو یاردم می‌تیم و رفته کارشون بود کردن. در سالهای نارام 90 در دوشنبه دزدی پنجره و سنگ‌ها از آرامگاه‌ها زیاد به نظر می‌رسید. دزدان در آن زمان پنجره‌های آلومینی و حتی صلیبی سری گورهای مسیحیان را دزدیده همچون آهن‌پاره به کارخانه‌های متل گدازی می‌فروختند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.